شاید یکی از لحظات جالب توجه تاریخ بشریت همین پیشی گرفتن هند از چین باشد. پایگاه داده‌های برخط جمعیت جهان نشان می‌دهد هر چند ثانیه یک نفر به جمعیت هند افزوده می‌شود. با توجه به این داده‌ها از دیروز هند با پیشی گرفتن از چین پرجمعیت ترین کشور جهان شد. आपसे अगर हम देखें तो हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट आया है اگر آمارها را بررسی کنیم می‌بینیم که سالانه 20 میلیون نفر به جمعیت ما افزوده شده. یعنی در مدت 2 دهه گذشته ما شاهد افزایش حدود 400 میلیون نفر جمعیت کشورمان بود. نرخ رشد جمعیت در هند همکنون 81% است و چین منفی 2% را دارد. هند از همکنون تا سال 2050 بیش از 1/6 جمعیت نیروی کار یعنی بین 15 تا 64 ساله های جهان را تأمین می کند. من خودم 3 بچه دارم اما پدر مادرم 8 دختر. هرچند جمعیت شناسان بر تخمین ها تکیه می کنند و پیشی گرفتن هند از چین را اعلام کردند، اما بنیاد جمعیت هند اعلام کرد بدون شمارش واقعی خانه به خانه نمی توان آمار دقیق را بیان کرد. آخرین سرشماری سرتاسری در هند سال 2011 انجام شد. اکنون 12 سال از آن آمارگیری می‌گذرد. باید دید آیا در سرتاسر این کشور پهناور و پرجمعیت امکان اجرای دقیق آن وجود دارد یا خیر. جمعیت هند تا 44 سال آینده روندی افزایشی خواهد داشت و سرانجام از سال 2066 میلادی جمعیت این کشور کم خواهد شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.